Oh, look around. Oh, look around. یه نگاه به دور و بر بنداز. این جمله‌ایه که ما میتونیم زمانی که میخوایم بریم خرید و یه نگاهی به اینور و اونور و قیمت‌ها به جنسا بندازیم خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و یا توی شرایط مشابه دیگه‌ای. You holler if you see anything you like. You holler if you see anything you like. صدام کن اگر یه چیزی رو دیدی که خوشت اومد. Holler یعنی فریاد زدن، صدا زدن. Anything یعنی هر چیزی. You like دوست داشتی. Anything you like هر چیزی که دوست داری، هر چیزی که دوست داشتی. Everything is half off. Everything is half off. همه چیز نصف قیمت شده. Everything یعنی همه چیز، half یعنی نصف، off هم یعنی تخفیف. پس روی هم رفته میشه که همه چیز 50% یا نصف قیمت تخفیف خورده. Who are you? Just a humble woodcarver. Who are you? تو کی هستی؟ Who یعنی چه کسی؟ کلمه پرسشیه که در مورد آدما میپرسیم. Just a humble woodcarver. Humble اگر خودش به عنوان صفت استفاده بشه، یعنی به تنهایی، به معنی فروتن، کسی که فخر فروشی نمیکنه و در واقع متواضع باشه. ولی اگر قبل از یک سری اسمها بیاد مثل اینجا و یک صفت دیگه ای باشه، مثلا just a humble wood carver، یعنی من فقط یک منبتکار ساده‌ام یا یک منبتکاری بیش نیستم. معناهای این چنینی رو میده کلمه humble. wood carver یعنی منبتکار، چوب تراش، که گهگاهی میتونه به معنای نجار هم بده، ولی بیشتر چوب تراش یا منبتکار رو میده. I don't understand. I don't understand یعنی من متوجه نمیشم، نمیفهمم. See anything you like? See anything you like؟ چیزی رو دیدی که بخوای اونو بپسندی، یا اینجا با توجه به موقعیت میتونیم بگیم این نظرتو جلب کرده. پس یه نکته خیلی مهمی که اینجا میتونم بهتون بگم اینه که توی انیمیشن ها و توی شرایط واقعی تر که مکالمه‌های روزمره خودشون رو دارن، شما خیلی بهتر حتی از کتابا میتونید زبان انگلیسی رو واقعی و درست‌تر یاد بگیرید. Perhaps a touch of whimsy to brighten any damn chamber. Perhaps a touch of whimsy to brighten any dank chamber. Perhaps یعنی شاید، احتمالاً. A touch of something یعنی یه مقدار از یه چیزی. whimsy معنای متفاوتی میتونه داشته باشه. میتونه معنی شوخ طبعی داشته باشه، میتونه معنی خیال پردازی داشته باشه و یا مثل اینجا معنی یه چیزی که فانتزی باشه. To brighten. brighten یعنی روشن کردن، نورانی کردن. Any dank. dank یعنی چیزی که بیروح باشه، سرد باشه، دلگیر باشه. Chamber یعنی اتاق. ولی یه کلمه ادبی و کاملا رسمی هستش که حالا بیشتر قدیما استفاده می شده توی صحبت. دیدید مثلا ما توی قدیما کلمه حجره یا حالا چیزای این چنینی رو به جای اتاق استفاده می کردیم، ولی امروز اتاق داریم استفاده می کنیم. اونا هم الان به جاش روم قطعا می دونید استفاده می کنن، ولی قدیما chamber استفاده می کردن. معنی کلیش میشه شاید یه چند تا از این وسایل فانتزی میتونن هر اتاق سرد و بیروحی رو بهش نور بدن یا اون رو دوباره بهش روح بدن در واقع. The will-o'-the-wisps. They leave. Oh, this is one of a kind. But the will-o'-the-wisps they lead که تا همینجا حرفش رو جادوگر قطع میکنه. میگه ولی چراغای آرزو یا فانوسای آرزو یا فانوسای نورانی هم میتونیم بگیم. They lead منو هدایت کردن، خواست بگه که منو اینجا آوردن در واقع که حرفش رو
قطع کرد تا اینجا جادوگر. Oh, this is one of a kind. وای این خیلی قشنگ و منحصر به فرده. One of a kind یعنی منحصر به فرد. I'll make you a deal for this rare prize. I'll make you a deal یعنی باهات معامله میکنم. در واقع با یه قیمت خیلی خوب بهت میدم. For this rare prize. Rare یعنی کمیاب، نایاب. prize همیشه به معنی جایزه نیست و مثل اینجا میتونه به معنی یه چیزی که تحفه باشه، یه چیزی که ارزشمند باشه. پس بهش داره میگه که من باهات با این اثر کمیاب معامله خوبی میکنم یا در واقع اینو به قیمت خیلی خوبی بهت میدم. Your broom! Your broom. کلمه broom میتونه به 2 تا تلفظ بشه. یا میتونیم کشیده تلفظش کنیم broom یا میتونیم بگیم broom مثل اینجا که در واقع میشه جارو. Your broom میشه جاروت. It was sweeping by itself. That's ridiculous. It was sweeping by itself. یعنی خود به خود داشت جارو میکرد یا خودش داشت جارو میکرد. That's ridiculous. Ridiculous یعنی در واقع مسخره. میگیم مسخره است یا داری شوخی میکنی یا شوخیت گرفته. Wood cannot be imbued with magical properties. Wood cannot be imbued with magical properties. Wood یعنی چوب. cannot این در واقع لهجه اسکاتلندی هستش. به جای اینکه بگن cannot یا can't میگن cannot. imbued یعنی imbue در واقع ویژگی یک چیزی رو داشتن. دارای یک چیزی بودن. magical یعنی جادویی. properties یعنی خاصیت، ویژگی. روی هم رفته میشه که چوب که نمیتونه ویژگی در واقع جادویی داشته باشه یا روونتر بخوایم ترجمه کنیم مجبوریم از معنی یکی از کلمات imbue یا property بگذاریم و اونا رو سر هم ترجمه کنیم. میگیم چوب که نمیتونه جادویی باشه. I should know. I'm a wee whittler. I should know. من باید بدونم. در واقع معنیش میشه من باید بدونم ولی ادامه جمله قبلیه. اونجایی که میگفت چوب نمیتونه جز ابزار جادو به حساب بیاد میگه بالاخره من که خودم میدونم. I'm a witch. داشت میومد بگه که I'm a witch بعد حرفش رو عوض کرد گفت whittler. اوکی؟ یعنی میخواست بگه من جادوگرم بعدش گفت که نه من یه چوب تراشم. Of wood. Of wood یعنی چوب میتراشم. Oh, how about this conversation starter? How about this conversation starter? زمانی که از how about استفاده میکنیم نه همیشه ولی در جاهایی که نظر یک نفر رو میپرسیم به معنی نظر چیه هستش. How about this conversation starter یعنی نظرت در مورد این چیه؟ میتونه واسه یک گفتگو عالی باشه یا میتونیم بگیم این یکی رو ببین واسه شروع یه گفتگو عالیه که بخوای سر صحبت رو با یه نفر شروع کنی. It's made of yew wood. Tough as stone. و در ادامه میگه It's made of yew wood. yew در واقع بهش میگن سرخدار یا چوب سرخ. یک نوع درختیه که در واقع به عنوان سرخدار معروفه. حالا اینجا ما میگیم از چوب سرخ ساخته شده. half a stone همیشه کلمه stone به معنی سنگ نیست و میتونه معنای متفاوتی رو مثل اینجا داشته باشه. stone یک در واقع میزان وزنی بوده برای سنجش وزن که قدیما توی بریتانیا استفاده میشده و همونجوری هم که خودتون میدونید اسکاتلند جزو بریتانیا به حساب میاد و هر stone معادل 6.35 کیلوگرم یا 14 در واقع پوند بوده که در واقع half a stone میشه یه چیزی هول و هوش 3 کیلوگرم. میگه وزنش هم 3 کیلوگرمه. میخواد بگه که سنگینه.
Oh, that's stuffed. That's daft. daft یعنی مسخره. یه چیزی که احمق یا احمقانه باشه بهش میگیم daft. That's daft یعنی این یه چیز مسخره است. یه چیز احمقانه. بهش دست نزن. Staring is rude. Staring is rude. زل زدن بیادبیه. Staring یعنی زل زدن. Rude بیادب یا بیادبانه. The crow's talking! That's not all I can do. La 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 la. The crow's talking. میگه کلاغ. کلاغه داره حرف میزنه. Crow یعنی کلاغ. That's not all I can do. این تنها کار نیست که میتونم بکنم. منظورش اینه که میتونم کار دیگه هم انجام بدم که بعدش میگه لا 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 لا. منظورش اینه که میتونم آوازم بخونم. You're a witch! Wood carver. You're a witch. تو جادوگری. بعد جادوگر در جواب میگه a wood carver. یعنی من یک چوب تراشم جادوگر نیستم. That's why the wisps led me here! That's why the wisps led me here. پس به خاطر همینه که اون نورای جادو یا در واقع اون فانوسای اون شعله ها یا نورها میتونه به معنی مختلفی باشه. معنای این چنین داشته باشه. کلمه wisps قبلا در موردش هم صحبت کردیم. کلمه that's why یعنی به خاطر همینه. به این دلیله. Wood carver. You'll change my fate! You'll change my fate. تو سرنوشتم رو عوض میکنی. Fate یعنی سرنوشت، قضا و قدر. Wood carver یعنی چوب تراش. See, it's my mother. I'm not a witch. Too many unsatisfied customers. You see, it's my mother. You see میشه ببین یا مثلا میتونیم بگیم قضیه اینه که it's my mother. در مورد مامانمه. و در جواب جادوگر میگه I'm not a witch. من جادوگر نیستم. Too many unsatisfied customers. خیلی مشتری ناراضی داشتم. Too many یعنی خیلی زیاد که برای کلمات قابل شمارش استفاده میشه مثل کلمه customer و unsatisfied یعنی ناراضی. customer هم یعنی مشتری. میگه به خاطر همین مثلا حالا خیلی به من میگن جادوگر چون مشتری ناراضی خیلی داشتم. برام فوشم میدن این مدلی. If you're not going to buy anything, get out. If you're not going to buy anything, get out. اگر نمیخوای چیزی بخری برو بیرون. No, the wisps led me here! Don't care. No, the wisps led me here. نه، اون فانوسای اون نورا منو اینجا آوردن که در جواب میگه I don't care یعنی اصلا برام مهم نیست. اصلا اهمیتی نمیدم. Get out. Shoo. Get. Be gone with you. I'll buy it all! Get out. Shoo. Get. Be gone with you. Get out یعنی برو بیرون. Shoo یعنی هیس. Get یعنی برو. Be gone with you. برو گم شو. I'll buy it all. همشونو میخرم یا همشو میخرم ازت. What was that? Every carving. What? What was that? Every carving. یه تو چی گفتی؟ همه تراش ها رو. یعنی همه تراش ها یا چوب تراش ها رو ازت میخرم. And how are you going to pay for that, sweetie? And how are you going to pay for that, sweetie? و عزیزم قراره که چطور همه اینا رو پرداخت کنی sweetie؟ که تلفظ من الان آمریکایی هست sweetie میگن عزیزم، اونا میگن sweetie. کلن بریتیش لهجه‌های مختلف بریتیش ت اینو تلفظ میکنن. How are you یعنی تو چطور. Going قراره to pay پرداخت کنی for that اونو یا هزینه اونو. With this.
What? With this. با این. Oh my, that's lovely, that is. Oh my, that's lovely. That is. Oh my در واقع میشه همون oh my god یا oh my gosh که به صورت خلاصه تر این رو میگه وای این خیلی قشنگه. واقعا قشنگه. That would set us up for months. That will set us up for months. Set something up یا set somebody up یعنی باعث دووم آوردن یک چیزی میشه یا اینکه بتونن باهاش در واقع بگذرنن زندگیشون رو. اینجا میگه این باعث میشه این مقدار پول باعث میشه که ما چند ماه بتونیم باهاش در واقع زندگیمون رو بگذرونیم. Every carving And one spell. Every carving and one spell همه چوب تراشا یا تراشا رو ازت میخرم به اضافه یه طلسم. spell یعنی طلسم. Are you sure you know what you're doing? Are you sure you know what you're doing? مطمئنی که میدونی داری چی کار میکنی؟ Are you sure یعنی مطمئنی. You know میدونی what you're doing داری چی کار میکنی. I want a spell to change my mum. I want a spell to change my mom. یک طلسمی رو میخوام که مامانم رو تغییر بده. to همیشه نقش مصدر رو نداره. هرچند که از لحاظ گرامری این تو با اون تو هر دوتاشون بعدشون فعل ساده میاد ولی این برای بیان هدف هستش. اینکه ما چرا یه کاری رو داریم انجام میدیم. That'll change my fate. That'll change my fate. اون سرنوشت من رو عوض میکنن. منظورش از اون کلمه spell یا همون طلسم هست. Done. Where are you going? done انجام شد. کلمه done به معنی انجام شدن یک کاری به صورت کامل هستش یا در واقع تمام شدن هم میتونه معنا داشته باشه یا معناهای این چنینی. What are you going? داری کجا میری؟ جمله زمان حال استمراری هستش و از این جمله برای زمانی استفاده میشه که در حال انجام دادن یک کاری باشه. البته که دو تا کاربرد دیگه هم این زمان داره که برای آینده و یا این روزها به صورت کلی استفاده میشه ولی الان منظورش کاربردیه که برای الان در حال انجام یک کاری باشه استفاده میشه. There. What are you doing? There یعنی اونجا. You never conjure where you carve. Very important. You never conjure where you carve. جایی که تراشکاری انجام میدی میتراشی هیچ موقع نمیتونی جادو انجام بدی. Conjure یعنی جادو کردن، طلسم کردن و بعدش هم میگه very important و این نکته خیلی مهمه. Last time I did this was for a prince. Last time I did this was for a prince. آخرین باری که این کار رو انجام دادم برای یک شاهزاده بود. Easy on the eyes. Tight pants. Easy on the eyes. این اصطلاحه که به معنی خوش قیافه بودن، جذاب بودن یک انسانی است اگر برای آدم استفاده میشه و اگر برای چیزای دیگه استفاده میشه میتونه معنی قشنگ بودن اون چیز باشه. He demanded I give him the strength of 10 men. He demanded I give him the strength of 10 men. He demanded یعنی درخواست کرد. Demand یعنی درخواست کردن که فعل در واقع با قاعده داره به خاطر همین ایدی میگیره زمان گذشته است. I give him یعنی بهش بدم. The strength یعنی قدرت، توانایی، زور. Of 10 men یعنی
10 مرد. ازم خواست که قدرت 10 مرد رو بهش بدم. یا میتونیم بگیم که ازم خواست که قدرتش رو 10 برابر کنم. این هم میتونه ترجمه خوبی باشه. And he gave me this for a spell. And he gave me this for a spell. و این رو برای انجام یک طلسم بهم داد. Give در واقع میشه دادن که گذشتش بی قاعده است، میشه gave و کلمات دیگر رو از قبل معنی کردیم. A spell that would change his fate. A spell that would change his fate. یک طلسمی که زندگیش رو تغییر بده. And did he get what he was after? And did he get what he was after? و آیا اون چیزی رو که دنبالش بود رو به دست آورد؟ Did he get یعنی آیا به دست آورد؟ What he was after اون چه که دنبالش بود، اون چه که دنبالش میگشت. To be after something یعنی دنبال یک چیزی بودن، خواستار یک چیزی بودن. Yes! I made off with an especially attractive mahogany cheese board. Oh yes, I made off with an especially attractive mahogany cheese board. بله که به دست آورده و منم این رو براش از یک تخته پنیر ماهون خیلی خوشگل براش درست کردم. Especially یعنی به ویژه و در واقع attractive میشه قشنگ خوشگل، mahogany میشه ماهون، cheese board یعنی تخته پنیر، اون تخته‌ای که روش پنیر سرو میشه. What do I need? Now what do I need? حالا من چی لازم دارم؟ Just a little kiss.